بابل بر اساس گزارش‌های تاریخی متعدد و از جمله همین نکته‌ای که جناب دکتر ریچارد برگر گفتن، دو دسته افراد مؤثر و تاثیرگذار داشت زمانی که کوروش می‌خواست بهشون حمله بکنه. یک دسته کاهنان بودن که امور دینی مردم رو بر عهده داشتن، معابد رو اداره می‌کردن. یک دسته پادشاهان بودن که امور سیاسی و حکومتی مردم رو انجام میدادن. شبیه عربستان سعودی که الان یه آل خلیفه داره، یه آل سعود داره، که آل خلیفه یه بخشی از کارا رو انجام میده، آل سعود یه کارا رو انجام میده. آل سعود میاد به هر حال یه بخشی از امور مردم رو انجام میده، آل خلیفه یه بخشی، ولی با همدیگه یه همراهیایی دارن، یه همپوشانی دارن، منافع همدیگه رو به نوعی تأمین میکنن. اینها یه بخشی فتوا میده، یه بخشی عمل میکنه. در بابل پادشاهی قبل از حمله کوروش پادشاهی روی کار میاد که این پادشاه بت‌های مختلف رو کنار رو میزنه، میگه با یه دونه خدا رو بپرستید. کاهنا در معابد خودشون خب بت‌های مختلفی داشتن. تا قبل از این خداهاشون نمایندگی مختلف داشته. کاهن میگفته فلان بت در فلان معبده، مردم بیاد اینجا عبادت کنید، مردم بیاد برای این خرج بکنید، مردم بیاد به این معبد برسید. وقتی اون پادشاه آمد بت‌های مختلف رو کنار زد، دستگاه اقتصادی اینها، دستگاه شهرت ساز اینها، دستگاه منفعت محور اینها از بین رفت. کاهنان اومدن گفتن بابا ما با این خداها داشتیم امرار معاش میکردیم، پادشاه اومده همه چیزو به هم زده. یک. نکته دوم، در بابل میخوام زمینه رو بگم چه شد که این سری اتفاقاتی که در جنگ‌های معمولی میافتاد اینجا کمتر افتاد یا نیفتاد. در بابل یهودیانی که اونجا بودند منتظر منجی بودن. بر اساس تعالیمشون میگفتن یه منجی میاد ما رو از دست این حکومت ظالم رهایی میدهد. مردم دیگه هم تحت تاثیر اینا بودن، منتظر بودن یه کسی حمله بکنه، این منجی که خدا فرستاده. مگه جلو منجی که خدا میفرسته انسان باید بیسته به جنگ باهاش؟ نه. این تفکرات در بین مردم بابل بود، اینا هیچ ربطی به کوروش نداشت و موارد مختلف دیگه که من اینا رو لیست میکنم بهتون نشون میدم. اینا اصلا هیچ ربطی به کوروش، ربطی به هخامنشیان نداشت. مسائل داخلی خود بابل بود که فضا رو مساعد کرده بود اگه کسی میخواد بیاد با اینها بجنگه بتونه حکومت رو به دست بگیره. روی کرده آقایون زرتشتی نسبت به این جنگ ها چیه؟ چون ببینید بالاخره ما کشورگشایی اگه میخوایم بگیم اگه کسی از مرزهای خودش فراتر بره کشورگشایی بکند بد است، باید بقیه رو متهم کنیم، محکوم کنیم. چه خلفایی بودن که حمله کردن، چه دوره هخامنشیان بوده که حمله کردن و دو سه تا تمدن از بین بردن دیگه. این که دیگه تعارف نداریم. خود آقای دکتر پرویز رجبی همین نکته رو میگه، اشاره میکنه. اگه میخوایم بیایم دفاع بکنیم از این منطق، این چطوری میشه؟ جناب آقای کوروش نیکنام از منطق این جنگ ها، از منطق این کشورگشایی ها اومده دفاع کرده. با چه منطقی؟ نگاه کنید. در کتاب زرتشت و مزده اسنان، پرسش و پاسخهایی در شناخت زرتشت، جناب آقای موبد کوروش نیکنام که آقای نیکنام هم الان در آمریکا تشریف دارن، ایشون در صفحه شماره 599 کتابشون سوال پرسیدن. چه سری سوالات تو این کتاب جواب داده دیگه. پرسش: پادشاهان ایرانی گاهی به کشورهای دیگر حمله می‌کردند. آیا این خلاف آیین زرتشت نبوده است؟ بالاخره این پادشاهایی که حمله می‌کردن، من نمی‌دونم دوربینم اینه دیگه، درسته اتاق فرمان؟ اینه دوربین من؟ خب پادشاهان ایرانی که حمله می‌کردن، آقا این خلاف آیین زرتشت نبوده؟ تا الان شما میگفتید آیین زرتشت خیلی خوب است و فلان و بهمان، این اصلا قائل به جنگ و درگیری و اینها این به این شکل نیست، قائل به کشورگشایی نیست، گفتار کردار پندار نیست. خب این پادشاهانی که رفتن جنگیدن با کشورهای دیگه، از اولین کشور ورود کرده با سرباز نظامی خودش با چکمه تا ته اون کشور رفته، این نظر زرتشت در موردش چیه؟ صفحه شماره 600 آقای موبد نیکنام اومده از پاسخ داده نسبت این سوال. فقط ببینید بخش از پاسخ رو نگاه کنید، چون قبلا یادم است اینو فکر کنم نشون دادم توی همین برنامه فصل اولم اگر اشتباه نکنم، شاید تو جلسه دیگه بوده نشون دادم این بخش از کتاب. ایشون میگه اگر پادشاهان در ایران از یورش و تازش دشمنان با جنگیدن ایستادگی کردند و برای پایداری و آزادی این کشور به همسایگان غارتگر آن زمان تاختند، به همسایه غارتگر تاختند، نه فقط دفاع،
بیگمان برای آرامش و امنیت بیشتر ایرانیان بوده. اگه کاری کردن جنگی کردن برای امنیت بوده، گفتن ما امنیت داریم به جاش آرامش داریم. پس از منطق جنگ با این ادبیات که چون به نفع ایرانیان بوده دفاع میکنن. ما همچین ادبیاتی نداریم. ایرانی باشیم، متولد هر کشوری باشیم، وطن اون هر کجا که باشه، ما میگیم حق و عدالت چه میگه. اینکه فقط مرز سیاسی کسی داره چیزی رو تعیین میکند و اون میشه ملاک حق، نه، همچین ادبیات رو ما نداریم. ولی خب دیدید که زرتشتی ها این تعابیر جناب آقای موبد نیکنام بوده. خب چه شد در بابل بین کاهنان و بین پادشاهان یه اختلافی افتاده بوده. پادشاهی که اومده بود گفته بود که یه دونه خدا، کاهنان میگفتن آقا بازار ما رو تعطیل کردید. کاهنان آمدن به دنبال همدستی با مهاجم که اون میشود کوروش. از طرف دیگه یهودیانی که در منطقه بابل بودند منتظر منجی بودند. خب اینها رو اومدن همدست شدن با چه کسی؟ با کوروش. مردم دیگری در اونجا بودند که اونها هم تحت تأثیر یهودی ها منتظر چی بودن؟ منتظر منجی بودن. گفتن آقا وقتی یک کسی اومد اینجا خواست این نظام پادشاهی رو جابجا بکنه و از بین ببره، اینو کی فرستاده؟ خدا فرستاده. آیا باید جلو کسی که خدا میفرسته بیستیم؟ نه، جلوی همچین چیزی نمیستن. آقا مستند حرفت هم نشون بده آقای حسینی. چشم، مستند حرف اونم نشون بدیم. مداد اینجا بود اگه پیداش بکنم. ببینید کتاب تاریخ باستان جناب آقای پیرنیا، حسن پیرنیا. آقای پیرنیا باستان گراییش، باستان ستاییش نزد هر محققی که آثار ایشون رو نگاه کرده باشه و کار کرده باشه مسلمه. یعنی نیاز به توضیح نداره. شخصیتشون و به هر حال تلاشی که برای ایران باستان کردن هم نزد پژوهشگران چه زرتشتی چه غیر زرتشتی که به تاریخ ایران باستان علاقه دارن مشخص. تاریخ ایران باستان جناب آقای حسن پیرنیا جلد اول. ملاحظه بفرمایید کتاب رو. ایشون حالا با این کتاب زیاد هم کار داریم و لازم شد در مورد آقای پیرنیا مفصل توضیح هم بیشتر از این خواهم داد خدمت شما. ایشون میاد در صفحه شماره 284 کتابش این عبارت رو میاره: اسرای بنی اسرائیل که از زمان بختالنصر در بابل میزیستند موافق پیشگویی های پیامبران خود همواره منتظر سقوط بابل و انقراض این دولت بودند و به خود نویدها داده میگفتند که دیگر چیزی نمانده این دولت ظالم سرنگون گردد. مردمانی که از جاهای دیگر به اسارت به اینجا آمده بودند و عده آنها به هزاران میرسید با بنی اسرائیل در این آرزوها شریک بوده و انتظار واقعه مذکور روز میشمردند، روز شماری میکردند. پس اینا دیگه ربطی به اصلا به کوروش و به هخامنشیان و به جاهای دیگه نداره. مردمی که در بابل بودند یا کاهنان بودن و افراد تحت تاثیر کاهنان بودن که میگفتن آقا پادشاه اومده گفته یه دونه خدا، ما خدای مختلف داشتیم چرا از بین بردیم. یا یهودی ها بودن که این یهودی ها منتظر منجی بودن، کسی اگر حمله میکرد یه روز شماری میکرد، اگه حمله میکرد به حکومت بابل میگفتن این منجیه، خدا فرستاده، پس مقاومتی از طرف اینها در مقابل مهاجم نبود. یا هزاران نفری دیگری بودن که آمده بودن اونجا اسیر بودند و یه وضعیت خاصی داشتن در بابل بودن، اونها رو منتظر بودن چه اتفاقی بیفته، اونها رو منتظر بودن که به هر حال یه کسی بیاد اینها رو نجات بده، از شر اون حکومت بابل رهایی پیدا کنه. اینها زمینه رو آماده کرد برای اینکه اگر کسی حمله کرد به منطقه بابل در مقاومت چندانی از طرف مردم بابل نشون داده نشه. یعنی عدم خونریزی وسیع و کشتار وسیع اونجوری که مد نظر برخی ها بوده چرا اتفاق نیفتاد در زمان حمله کوروش؟ به خاطر اینکه همچین وضعیت بود. نکته بعدی، آقای کوروش رو شما از کجا میگید با کاهنان اومد همدستی کرد و خدایان اینها رو پذیرفت تا اینکه اونها کوروش رو بپذیرن؟ خب من سند نشونتون میدم. شخصی است جناب آقای آشتیانی، آقای جلال الدین آشتیانی، کتابی داره به اسم
زرتشت، مزدیسنا و حکومت. آقای آشتیانی از افراد بسیار متأثر و مرید نسبت به آیین زرتشت و ایران باستان. نوشته مهندس جلال الدین آشتیانی. خب اونایی که پژوهشگر هستن با این مباحث کار کردن با شخصیت جناب جلال الدین آشتیانی آشنایی دارن. در این کتاب زرتشت، مزدیسنا و حکومتش، صفحه شماره 10، اول این بخش از تعریف و تجلیلش از آیین زرتشت و ایران باستان که البته فراوان است در کتابش رو با هم ببینیم، چون مطلبی که گفته مطلب سنگینیه، پذیرشش برای برخی شاید به این راحتی ها نباشه. در این روزگاران که راستی و درستی، نیکندیشی و نیککرداری، مهرورزی و همدردی و همیاری روز به روز رو به سستی و فرودایی است، بازار دروغ و فریب و کینه‌ورزی و دورویی پیوسته از رونق و گرمی بیشتری برخوردار می شود، آموزش‌های ژرف و انسانسازی چون پیام زرتشت که بر دانایی و بینش و خرد استوار است، نه بر هراس و آز و کین خواهی برای پرورش انسان‌های شایسته فردای ایران، بسیار سودمند و کارساز است. این پیام که نشانی از باورهای کهن ایرانیان را در بر دارد، یعنی هم از زرتشت ستایش می‌کنیم که اصلا آموزش‌های زرتشت باید بیاد که ایران فردا ایران رو نجات بده، و هم ایران باستان رو وابسته به یک تبار و مردم و مکان و زمان ویژه‌ای نیست. همه میتونن ازش استفاده بکنن. بر فرزندان ایرانی رواست که به این نهادهای انسان پرور روی آورند. برید زرتشتی بشید یا بیایید زرتشتی بشید. و وظیفه استادان فضیلت و اخلاق جامعه است که آموزش خود را بر این پایه استوار سازند. پس این شخص روی کردش نسبت به ایران باستان و زرتشت کاملا مشخص شد براتون که به چه شکل. من یه مورد نشون دادم، موارد متعدد. ایشون در همین کتاب، جناب آقای مهندس جلال الدین آشتیانی، در کتاب زرتشت، مزدیسنا و حکومتشون، با هم ببینید تصویر کتاب رو، میاد نسبت اون نکته که بنده عرض کردم، اتاق فرمانید اسکن بنده رو میتونید تصویر کتاب نشون میدید. بله، ببینید همین کتاب زرتشت، مزدیسنا و حکومت، نوشته مهندس جلال الدین آشتیانی. میگه در مورد این همکاری و همپیمانی که انجام دادند کاهنان با زرتشت، صفحه شماره 314، در سند مهمی که در بابل یافت شده چنین آمده. من در مورد این سند جلسات آینده صحبت خواهم کرد، باش خیلی کار ندارم. اما در انتها ایشون میاد میگه که این سند که قطعا از کاهنان بابل است میرساند که در اثر اختلاف معبدیان با پادشاه، اون پادشاهی بود که اومده گفت یه دونه خدا باید داشته باشید، بین این معبدیان یعنی علما و روحانیون بابل با پادشاهان و سیاستمداران بابل اختلاف افتاده بود. آنها در خفا با کوروش کنار آمده و وسیله شکست اون پادشاهان رو فراهم کرد. پس یعنی یکی از کارهایی که کرد کوروش این بود که رفت جامعه دینی مذهبی اونجا باهاشون بست. تعبیر دیگر رو ببینید، خیلی جالبه. آقای جلال الدین آشتیانی این تعبیر رو تو کتابش به کار برد. صفحه شماره 319 ایشون میاد در کتاب صفحه 319 کتابشون یه پاراگراف داره که یه بخشی از فضای جنگ کوروش با بابل رو قشنگ براتون ترسیم میکنه. در مقابل ایراد محققین دیگر که چرا آنها به نامهای خدایان سرزمین‌های تحت تسلط خود اشاره کرده اند اظهار می‌دارد. نقلی رو میاره که خودش موافق با این هست، چون بهتون نشون دادم قائل به این بود که کوروش با کاهنان و روحانیون بابل با هم دیگه هم پیمان شده بودن، که کوروش و داریوش مردانی زیرک و سیاستمدار بودند و برای حفظ قلمرو وسیع و عظیم خود از معتقدات مردم این سرزمین ها بهره می گرفتن و با تساهل و تولرانس خود آنها را راضی نگه می داشتن و به خصوص روحانیون این اقوام را که دارای نفوذی در بین مردم بودند از خود خوشنود می ساختن. صفحه بعدش، صفحه شماره یعنی 333 کتاب، آقای جلال الدین آشتیانی حرفایی رو زده است و نقل‌هایی رو آورده. کوروش و داریوش نیز مسلماً برای تقویت امپراتوری و قدرت خویش از وجود کاهنین و روحانی نمایان جامعه بهره گیری نمودند. فتح بابل یک نمونه جالب این سازش است. کاهنین در زیر پرچم مردوک مردم را تشویق میکنند تا مقدم کوروش رو گرامی دارند. اینا که میگن رفتن استقبال کوروش، آقا این به خاطر کوروش نبوده که بگی آقا مثلا اون موقعی که این فضای مجازی نبوده یا فضای ماهواره نبوده اطلاع رسانی بشه این شخصیتی که داره میاد شخصیت خوبه.
به خاطر این بود که کاهنانی که در بابل بودن گفتن آقا یه کسی داره میاد، این که داره میاد میخواد خدایان متعددتون رو دوره برگردونه. یهودی‌ها میگفتن این که داره میاد منجی ماست، خدا اینو فرستاده. مردم تحت تاثیر یهودی‌ها میگفتن که خدا یه منجی رو فرستاده، ما رو از دست این حکومت نجات میده. کاهنین در زیر پرچم مردوک مردم را تشویق میکنن تا مقدم کوروش رو گرامی دارن. مسلم است که کوروش هم مجبور بوده به این لاشخوران حق و سکوت پردازد. او به ظاهر سر بر آستان مردوک خم میکند، یکی از خدایان بابل، ولی در واقع به کاهنین دستگاه او رشوه میداد. بابا رشوه داده کوروش، از جیب خودش و پدرش که نیاورده، از پول بیت الله مردم رشوه داده به کاهنا، یا مالی داده رشوه رو، یا اعتقادی داره، یا وعده‌ای داده، اونها رو راضی کرده، مردم رو راضی کردن. همان گونه که به روحانیون سرزمین‌های دیگر حق و سکوت میپردازد.